السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و برادران عزیز، الحمدلله که این حال ما در مکه مکرمه هستیم، در جو و منزل مکان هستیم که در اینجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده است. در اینجا آیت های قرآن نازل شدگی هستند، در اینجا احادیث های نبی صلی الله علیه و سلم ثابت شدگی هستند. این حال الحمدلله که ما در مکه مکرمه که هستیم، سفر به سوی یعنی حرم داریم، یعنی کعبه، قبله مسلمانان. الله هر یک قدم ما و شما را نصیب همین جو و مکان گردانه. ما همیشه اقبال نداریم، یا اینکه سونکه کنیم، یا که اتوبوس میاد، یا که ماشین میاد، یا که جنگ جنجال میشه، یا که موسیقی را سر میدن. و همیشه الحمدلله ما را نمیشه منع کرده و حرکت میکنیم، کوشش میکنیم تا اینکه کمک خود را به پا و خواهرها و اکاها و مسلمانان برسانیم. از الله طلب میکنیم که الله همه بیمارا را شفا بده. برای که من خودم همین درد حس میکنم، الله چنان شفا داده که هیچگاه این جن شیاطین به شما نزدیک شده نتوانند، در خیش اقربای شما ضررش رسانده نتوانند. برای که بدبختای ظالمه در یک کس که از خاندان که داخل شود، بعد در دیگراش هم غم داده هم تقدیمیه، یعنی ضررش رساندن میگیرن. برای خاطر یعنی پیشگیری کار کردن، ما باید چکار کنیم؟ از کار صبح و شام هیچگاه ترک نکنیم. حداقل آیت الکرسی، آمن الرسول، سوره اخلاص، فلق، ناس را همیشه یاد بداریم، همیشه یعنی بخوانیم. بعد از نماز بامداد، بعد از نماز عصر حرکت کوشش کنیم اینها را بخوانیم تا اینکه الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را محافظه کنه، حفظ کنه در حفظ امان خودش. در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم ثابت شدگی است که هر کسی که نماز بامداد را خواند، او در ذمه خداوند است. خداوند او را به عهده میگیره که یگان چه او را ضرر رسانده نمیتونه. با همون خاطر ما سفر داریم، بسیار ویدیو آمدن نمیبراین از سببی که اینترنت ضعیف، اینترنت کار نمیکنه، سببش در چیست؟ شاید که میگابایت یا شاید پول داره زنگ داده میشه و اینترنت داخل نمیشه. با همون خاطر برادران عزیز، با خواهر با دعا باشین، خداوند هر یک قدم ما و شما را نگهبان باشه در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.